حالا حتی دخترها این عمل پلید را میگویند انجام میدهند. آیا درباره خود ارضایی یعنی با دست پس کردن شهوت در قرآن آمده است؟ به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت با رحم. اما بعد، استمناء یعنی پس کردن شهوت با دست خود برای جوان پسران اجازت است یا نه؟ امروز مسئله اساسی که بین جوانان مشکلی را ایجاد کرده است هوا و هوس و نفس شهوانی است. حالا حتی دخترها این عمل پلید را میگویند انجام میدهند. استمناء کلمه عربی است و در زبان انگلیسی ماستوربیشن گفته می شود و در زبان تاجیکی باشد خود ارضایی می باشد. خود ارضایی یعنی با دست پس کردن شهوت را میگویند. این یک عادت زشت و پلید است که حتی عاقبت انسان را به مرگ میرساند. امام صادق رضی الله عنه میگوید اگر شما میدانستید که کدام شخص با دست خود شهوتش را پس میسازد، پس شما همراهش طعام نمیخوردید. برادران عزیز، در تلفن‌های شما تمام ویدیوها و سایت‌های اینترنتی تماشا کرده میشود. پس هیچگاه این تلفن را برای تماشای نوارهای فحشا استفاده نبرید، زیرا این هم یک نوع زیناکاری است. آیا با دست پس کردن شهوت زنا حساب می شود؟ البته. خود ارضایی هم یک نوع زیناکاری است و حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی که در دنیا با دست خود شهوتش را پس می کند، پس در روز قیامت دستانش حامله دار می شوند. پس همه مردم می دانند که همین مرد در دنیا خود ارضایی می کرده است، یعنی با دست خود شهوتش را پس می کرده است. امام صادق رضی الله عنه می فرمایند هر کسی که شهوتش را با دست خودش پس می کند، پس او با جسم و نفس خودش نکاح کرده است. شاید بعضی جوانان از سبب نارساگی روزگار و یا مشکلی های عائلوی زن گرفته نمی توانند و به همین کار زشت دست می زنند. برادران عزیز، این کار زشت را ترک کن و راه افتاده مباش، زیرا مصلحت خوب برای تسکین جسم ما و شما آمده است. آیا نفس خود را به دست گرفتن نمی توانی؟ آیا زن گرفتن می خواهی؟ آیا زیناکاری برای تو پسند است؟ بله، به کسی پسند نیست، چون که گناه وزبینی دارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند ای گروه جوانها، کدام شما دستتان می رسد پس زن بگیرید، اگر دستتان نمی رسد پس روزه بگیرید تا شهوت شما پس گردد. روزه چشمهای شما را از حرام کرده های خدا باز می دارد. عجب یک توصیه خوب برای جوانان بود. تنها جوان مردی حقیقی شوید و صبر را پیشه گیرید و برای شیطان پیروی نکنید، زیرا خود ارضایی شما را به مرگ آورده می رساند. یعنی با دست خود را حرام کردن انسان را به مرگ آورده می رساند. ما از کجا می فهمیم که فلان شخص شهوت خود را با دست خودش پس می کند؟ علامت های شخصی که خود ارضایی می کند، یعنی با دست خود شهوتش را پس می سازد، اگر با زبان کوچکی گیریم سوخه می زند. یکم علامت: خراب شوی بدن. دوم، از بین رفتن زیبایی چهره. سوم، پریشان خاطری و فراموش خاطری. چهارم، هر گونه خیال و تصورهای فحشا در پیش نظر. پنجم، خم شوی رزق یعنی بیپولی. ششم، کوتاه گشتن عمر. هفتم، بی‌براری در کارهای زندگی. هشتم، هوا و هوس خوردن نسبت زنهای بیگانه. نهم، سست‌شوی قوای جسم. دهم، سست‌شوی ذهن. یازدهم، سست‌شوی قوای مردانگی هنگام همخوابگی. برادران عزیز، کوشش کنید تا این 11 نشانه در بدن شما جای نگیرد، زیرا خود را از دست داده و به مرگ دچار می شوید. آیا درباره خود ارضایی یعنی با دست پس کردن شهوت در قرآن آمده است؟ بله برادران عزیز. در قرآن در سوره مؤمنون آیت 6 پروردگار به این نکته اشاره کرده می فرماید که فرجهای خود را از راه زیناکاری و خود ارضایی نگاه دارید. برای پورتر فهمیدنتان به سوره مؤمنون آیت 6 مراجعت کنید. گر اینجا گفتاری ما نشنوی، مبادا فردا پشیمان شوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.